همیشه وقتی میخوایم به لبه جیب یا یقه یه نوار بدوزیم از مغزی استفاده میکنیم. مغزی که جدا دوخته میشه به لبه کار. ولی با این تکنیک که امروز میخوام بهت یاد بدم میتونی مغزی رو به صورت سرخود به لبه کارت بدوزی. من تکنیک مغزی سرخود رو روی لبه نقاب جیب بهتون آموزش میدم، ولی در کل شما این تکنیک رو روی لبه یقه انگلیسی که به صورت گرد طراحی شده هم میتونید انجام بدید. یه الگوی نقاب جیب ما اینجا داریم که روی پارچه اصلی گذاشتیم و با زاپاس دور تا دورش رو قیچی کردیم. همین پارچه اصلی که با زاپاس قیچی شده روی آستر گذاشته میشه و بریده میشه. یعنی در واقع این دو تا لایه پارچه با هم دیگه یک اندازه هستن. من باید رد دوخت قسمت پایین نقاب جیب رو روی پارچه اصلی بندازم و به کمک خودکار حرارتی این کار رو انجام میدم. به خاطر اینکه این خودکار حرارتی پاک نشه، الگو رو از روی کار برمی‌دارم و روی این قسمت هایی که من با خودکار حرارتی خطش رو مشخص کردم یک ردیف دوخت میزنم. مطمئن بشین که دوختتون از روی این خط قرمز رد بشه. اگر میخواید دوختتون رو روی این قسمت هلال با دقت انجام بدین، درجه دوختتون رو یک کوچولو در واقع کم کنید تا کنترل این قسمت دستتون باشه. قسمت زیرین نقاب رو روبروی هم میذارم و شروع میکنم به دوختن. نگاه کنید اینجا یه نکته خاص داره که همین نکته خاص باعث میشه که لبه کارتون به حالت مغزی سرخود دیده بشه. شما این قسمت رو لب به لب هم برید. اگر یه قسمت هایی دیدید یک میل زیادی داره، حتما با هم یکیشون بکنید. اضافات این قسمت رو قیچی کنید. برای دوختن کارم رو به پشت برمیگردونم و این لبه قسمت زیرین رو که با پارچه مشکی من این کار رو انجام دادم میارمش پایین تر. اینجا فیکسش میکنم و دور تا دور کوک میزنم. و همینجور که میرید جلو همین فاصله رو رعایت بکنید. من با کوک این کار رو انجام دادم که کارم با دقت بیشتری انجام بشه. فقط توی این مسیر دوختتون، توی این مسیری که این قسمت صاف هست، یک کوچولو به اندازه چند میلی لایه زیرین رو هل بدین به سمت دوختی که میخواید انجام بدید. نگاه کنید به اندازه چند میل اینجا فضا ایجاد میشه. با دوختی که انجام میشه این فضا خرد داده میشه به قسمت زیرین. من با دستم نگاه کنید این اضافات رو اینجا ایجاد میکنم روی این تیکه پارچه مشکی رنگ که قسمت زیر نقاب جیب هست و همین فاصله سر تا سر این قسمت رعایت شده. بعد از اینکه این اصلاحات رو اینجا انجام دادیم که این اصلاحات باعث میشه که اون تکنیک ایجاد بشه، در واقع اون مغزی سرخود ایجاد بشه، میریم پشت چرخ و این دو تا لایه پارچه رو به همدیگه میدوزیم. ولی وقتی میخوایم دوختمون رو انجام بدیم این قسمت رو روی کارمون میذاریم، این قسمت رو روی خودمون میذاریم در واقع و روی دوخت قبلی دوخت جدید رو هم انجام میدیم. خیلی دقت کنین که دوخت دوم روی دوخت اول باشه.
ببین این فضایی که شما اینجا ایجاد کردید رو نذارید که به چین تبدیل بشه. با دستتون این فضا رو مهار بکنید. اگر این قسمت زیر قرار بگیره به راحتی شما میتونید کار رو انجام بدید. اول باید کوک هایی که این دور زدین رو بشکافین، بعد بیاید زاپاس این قسمت رو کم بکنید. ولی نکته مهم اینجاست که شما به هر صورتی که دوست داشته باشین نمیتونید پهنای زاپاس رو کم بکنید. پهنای زاپاس شما باید به صورتی کم بشه که سر تا سر این قسمت یک دست و یک اندازه باشه. حتی 1 میل اگر پهنای زاپاس این قسمت توی این مسیر کم یا زیاد بشه، پهنای مغزی شما که به صورت سرخود دیده میشه هم توی بعضی از قسمت ها کمتر و یا بیشتر دیده میشه. پس من باید موقع قیچی کردن زاپاس این قسمت با دقت کارم رو انجام بدم. بعد از قیچی کردن چک کنید کارتون رو. بعد از اینکه مطمئن شدید میتونید کارتون رو برگردونید. حالا اتوکاری این قسمت شما میتونید از این در واقع الگوی نقاب جیبتون کمک بگیرید. میتونید از مقوا این الگو رو در بیارید که وقتی میخواید این قسمت رو اتو بکنید از این مقوا کمک بگیرید. این الگو رو میبریم داخل کار. حالت شابلون طوری میشه دیگه. میتونیم ازش کمک بگیریم. تا انتها این شابلون رو میبرم داخل و با دستم تنظیم میکنم که سر تا سر به یک اندازه این قسمت زیرین بیاد روی کار. بعد از اینکه مطمئن شدم میتونم این قسمت رو اتو کنم. لبه نقاب جیب شما به صورت مغزی دوخته شده ولی این مغزی به صورت سرخوده. یعنی یک قسمتی از زیر کار اومده رو و تبدیل به مغزی شده. به خاطر اینکه از قسمت زیر پارچه میاد روی کار میتونید این قسمت رو از پارچه ساتن طوری بردارید. ساتن نازک که وقتی برمیگرده به روی کار در واقع جلوه خوبی داشته باشه. دیگه از پارچه آستر معمولی نباشه. حالا این تکنیک رو من روی نقاب جیب بهتون آموزش دادم که لبش به صورت هلاله و بهتون توضیح دادم که شما این تکنیک رو روی یقه انگلیسی هایی که لبه اون به صورت هلال هست میتونید انجام بدین. ولی سوال من اینه که شما این تکنیک رو روی یقه انگلیسی که به صورت هلال نیست، به صورت تیز طراحی شده هم میتونید انجام بدین؟ برام تو کامنت بنویسید.